تا خودش خط ملازم با خدا مزیات نامدی اوسو کو پوسته تو را کی آورده اینجا؟ اینجا شیرین بچه جانو از قصقلی کاریس آه چند دفعه دیگه آمدی در قره‌باغ؟ ملازم مرا فکری دیجا کس ندیده که دیده باشه مثلا تو مرا ندیدین پیری اول از من تو را میبینم نه دیگه دفعه آمدی نامدی در کجا؟ در قره‌باغ آمدی خبر هستم ملازم خود نکو راست بگو ایلاج میتم ملازم با خدا مراز میگم اگه میال چیز دروغ بگم خدا مرا اینجا بزنه ملازم دروغ نمیگم سیب بچه‌ها دیدین تا بچه‌ها خبر هستن سه پیر دیگه آمدی ملازم با خدا ما دیجا زیاد نامده ایجا نه در قره‌باغ کت شیرین چند دفعه آمدی در کجا؟ در قره‌باغ کت دلک یا کت شیرین ملازم ما با خدا در کابل زیاد میبینم دیجا نیست ملازم با خدا در کابل در کجای کابل میباشی؟ خانه بچاره شهید است چند تا برادر داری؟ از مسیح تو پدر زنده است؟ پدرم فوت کرده خب برادرای چی کار میکنن؟ برادرم بیکار است تو را یا پیسه میتن؟ یگان وقت میتن چقدر پیسه دادن نتا؟ چقدر پیسه وعده کردن که گم شوکت ما برو پیسه میتیم؟ با خدا ملا صاحب نه حالا خدا بس سوال میکنم چقدر پیسه وعده کردن؟ با پیسه آمدی نه؟ با پیسه نه با خدا ملا صاحب تبالید پیسه نگفته با من با شوکی آمدی خیلی نه ملا صاحب با خدا ایت کاریم نکرده من قسم خورم خیلی چی میکنی کتی یا خب مرد هستن مرد زن چی میکنه؟ ملا صاحب قسم میخورم چیز نکردیم اینا ملا صاحب اگه چی نداری ما با ایده بر اطمینان میتون که ایت کاری نکردیم حالا خود تو اینجا آمدی به چی آمدی؟ بازی من داختن تازه میکردن کتت با کدام چیز؟ نه ملا صاحب تو خب مرد نیستی که رفیق از باشی؟ ملا صاحب با خدا فرمان که شمشیر قیزه شریعت دانم است اگر نه مغزای تبات میکردم پدرتان بگوید ملا صاحب چقدر پیسه وعده کردینت؟ با پیسه تبال اگر چقدر دلشان بشه بتا که ما چی بگویم امی کی آوردید؟ شیرین دیگه دفعه هم که شیرین این طرف میگردی هر طرف که شیرین میگردی نه مزیاد دلک نه دلک من ندارم شیرین یگان اینجا که آمدیم در خانه از اینجا در باغ آمدیم خلاص در روز افطاری